پرونده امروز ایرانیه. خب پرونده امروز راجع به علیاصغر بروجردی متولد سال 1287 توی شهر بروجرده و میشه گفت اولین قاتل و متجاوز سریالی ایرانیه که به رسمیت شناخته شده. حالا علیاصغر 2 برادر به نامهای رضا و تقی و یک خواهر داشته. این خانواده ماشاءالله سابقه خیلی خوبی داشتن. مثلا پدر بزرگ اصغر ذوالفلی بروجردی یک راهزن بوده که در مناطق بروجرد، ملایر و عراق اقدام به چپاول کاروان‌ها می‌کرده که بعضی وقتها منجر به کشته شدن افراد اون کاروان هم می‌شده. پدر علیاصغر علی میرزای قاتل لقبش بوده، راهزن و خیانتکار بدنام عصر خودش بوده. میشه گفت بالای 40 تا کاروان رو هم ازشون دزدی کرده، هم اهالی اون کاروان ها رو به قتل رسونده. و حالا بعد از اینکه تحت تعقیب قرار میگیره، ایران رو به سمت بغداد ترک میکنه. اینجا گند زد، رفت اونجا هم به گند بکشه. حالا بقیه اعضای خانواده هم به بهونه زیارت کربلا به عراق میرن و بعدش هم توی بغداد ساکن میشن. علیاصغر به عنوان یک نوجوان به پرستاری و مامای علاقه نشون میده و از همون سن کم کنار دکترها و اینا مثلا کار دم دستی انجام میداده، چیزی رو تمیز میکرده، وسیله بهشون میداده و مردم میگفتن اتفاقا خیلی هم مشتاق به کارش بوده، کمک کردن به مردم رو خیلی دوست داشته. اما توی همون سن کم که 14 سالگی بوده باشه، به خاطر آزار و اذیت به یک کودک 5 ساله دیگه دستگیر میشه. اما خب پدر و مادر اون کودک رضایت میدن و در نهایت علیاصغر از زندان آزاد میشه. حالا یکی از داداشای علیاصغر توی بغداد یک قهوه خونه برپا میکنه و علیاصغر هم میاره پیش خودش. حالا کارش چی بوده؟ به علیاصغر کار شیرینی گردونی و اینا رو میده. یک سینی پر از شیرینی به همراه داشته که مناسب چیه؟ این که بچه‌ها رو باش گول بزنی. علیاصغر تا سن 18 سالگی به چند کودک دیگه هم آزار و اذیت میرسونه، ولی خب میگم به خاطر سن کمش و به خاطر اینکه معمولاً مادر و پدرها جدی نمیگرفتن و اینطوری بودن که خب بچه‌ن دیگه و اینا، در نهایت از زندان آزاد میشده. در نهایت در سن 18 سالگی به خاطر شکایت خانواده‌های 5 کودک به 9 سال زندان محکوم میشه. در نهایت علیاصغر بروجردی توی سن 27 سالگی از زندان آزاد میشه و خب میدونی آدما از زندان میان سعی میکنن آدمای بهتری باشن، ولی علیاصغر تصمیم میگیره که این دفعه قربانیاش رو یه طوری انتخاب بکنه که دیگه گیر نیفته و از این به بعد قتل‌هاش شروع میشه و به همین ترتیب علیاصغر بروجردی با حضورش توی بغداد 25 کودک و نوجوان بغدادی رو به قتل میرسونه و به گفته خودش موقعی که داشته آخرین قربانی خودش رو به قتل میرسونده یک پسر بچه دیگه میبینتش و همین باعث میشه که از بغداد دوباره برگرده ایران. حالا اینایی که میگم یک بخشی از صحبت‌های خود بروجردیه. در عراق در قهوه خانه برادرم هرچه پول میگرفتم خرج اطفال میکردم. مدتی هم در مساجد آجیل میفروختم و با اطفال رابطه برقرار میکردم تا اینکه به علت فریب دادن 5 بچه از فرزندان آنجا و فریب دادن آنها 9 سال حبس کشیدم. پس از آزادی از برادرم خواستم که برایم زن بگیرد، ولی قبول نکرد که خدا رو شکر. دیگر همیشه با اطفال بودم تا اینکه یک شب یک شاگرد نجار به نام حسن را فریب دادم و با 5 نفر دیگر به او تجاوز کردیم. به همین علت 2 سال دیگر حبس کشیدم و از طرف محکمه تحت نظر پلیس بودم. هر شب پلیس در خانه می آمد و بودن من را در خانه کنترل می کرد. تصمیم گرفتم به هر پسری که تجاوز می کنم او را به قتل برسانم. در بغداد 25 پسر را سر بریدم. اغلب جنازه را در شط غرق می‌کردم. برخی را هم به قدری ماهر شده بودم که از سر بریدن هیچ آثاری نمی‌گذاشتم. آخرین بچه را که کشتم، کودک دیگری مرا دید و من از همانجا به ایران فرار کردم. با فرارش از عراق به ایران، علیاصغر توی کاروانسرای رضاخان مشغول به کار میشه و کارش هم بامیه فروشی بوده. قربانی‌هاش این بار بیشتر نوجوان‌های شهرستانی بودن که اومده بودن تا کار بکنن و یک پولی برای خانواده‌هاشون بفرستن. علیاصغر بروجردی یه مدت کمی از ورودش به تهران در نهایت 8 نفر رو توی تهران میکشه و جنازه هاشون رو توی جنوب تهران رها میکنه.
جسدهای تکه تکه شده این نوجوان‌ها توی کوره‌ها و قنات‌های منطقه شترخان باعث ترس و وحشت فراوان بسیاری از مردم میشه. خیلی خوب، بریم سراغ دستگیری این موجود. توی 10 دی ماه سال 1312 توی یک قلعه خرابه یک چوپان نوجوان سر بریده یک کودکی رو پیدا میکنه و وحشت زده میره به اهالی روستای نجف آباد خبر میده. حالا مأموران اداره تأمینات که حالا مأمورای آگاهی اون موقع بودن خودشون رو به اون محله میرسونن و علاوه بر سر اون کودک جسد 2 پسر جوان دیگه که حد زده میشه زیر 20 سال داشته باشن هم پیدا میکنن. توی 23 بهمن ماه همون سال هم جمجمه جوان دیگه‌ای که توی میدان جلالیه اون زمان که پارک لاله الان باشه پیدا میشه، اما جسدش پیدا نمیشه. به علاوه بر تأمینات، نظمیه و عدلیه که پلیس و دادگستری اون موقع باشن هم درگیر میشن تا هرچه زودتر قاتل این نوجوانها رو پیدا بکنن. حالا سردار تیمورخان که مفتش خیلی با تجربه تأمینات بوده مأمور پیگیری این قتل ها میشه. مأموران با اجیر کردن چند تا چاهکن به قنات ها سر میزنن. در مجموع 43 مأمور در روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 1312 در حوالی چاه‌های قنات امین‌آباد به مردی میان سال برمیخورن که یک پیت حلبی و یک پشته حمالی داشته. ازش میپرسن کی هستی، تو بیابون چی کار میکنی، این وسایل برای چیه؟ اون مرد هم میگه که من بامیه فروشم، این پیت هم ابزار کارمه، من با پیت حلبی بامیه میفروشم. ماموران هم اطلاعاتش رو محض احتیاط میگیرن که حالا اگر به مورد مشکوکی برخوردن حتما برن سراغش و وقتی که یکم اطراف رو میگردن یک جسد تازه پیدا میکنن و در نهایت بعد از 2 روز علیاصغر بروجردی بالاخره دستگیر میشه و به تأمینات تهران برده میشه تا ازش بازجویی بشه. حالا موقع دستگیری وقتی که به کاروانسرای رضاخان میرن که علیاصغر رو دستگیر بکنن متوجه میشن لباسهای تنشه که مطمئنن مال خودش نیست. میگه که مال داداش کوچیکمه، اومده پیشم بمونه و حالا لباساشو من پوشیدن. اما حالا بعدن توی بازجویی ها اعتراف میکنه که نه، این مال یک پسریه که همراه باش کار میکرده و علیاصغر هم براش یه سینی خریده بوده که کنار خودش بمونه و کار کنه. در واقع قربانی بعدی علیاصغر بوده. حالا این پسر نوجوان اسمش علی بوده و بعد از یه مدت که مشکوک میشه فرار میکنه و اصغر هم بعد از پیدا کردنش بهش اول تجاوز میکنه و بعد اون رو به قتل میرسونه. در نهایت علیاصغر بروجردی به 8 قتل توی ایران و 25 قتل دیگه توی عراق اعتراف میکنه، اما توی اعترافاتش به تجاوز گروهی به همراه 4 نفر دیگه به یک پسر جوان دیگه اعتراف میکنه. دادگاه اصغر بروجردی در نهایت توی خرداد و تیر ماه 1313 اجرا میشه و به 9 سال حبس بعدش اعدام محکوم میشه. یعنی در هر صورت اعدام میشده ولی باید حتما قبلش 9 سال حبس رو میگذرونده. اصغر هم خب به حکم خودش اعتراض میکنه، اما خب کسی بهش محل نمیذاره و به دیوان عالی کشور میره و در نهایت تایید میشه. حالا اصغر برای توجیه جنایت خودش چی میگه؟ یعنی حرفی هم برای زدن داشته. اینها یک عده بی پدر و مادرند، خوشگلند، اما وقتی که ریش و پشم درآورند دست به دزدی میزنند. من با اینها دشمنی دارم، اینها با مملکت من دشمنی دارند، به این جهت آنها رو کشتم. در عراق که بودم اینها رو دیدم و کشتم، اینجا هم که آمدم با آنها مواجه شدم و باز هم کشتم. حالا توی این زمانی که علیاصغر بروجردی توی زندان بوده، رضا شاه هم به دیدنش میره تا ببینه که این موجود عجیب الخلقه چیه. حالا این داستانی که دارم میگم از گفتگوی بین رضا شاه و علیاصغر توسط خود علیاصغر برای یکی از همبندی‌هاش تعریف شده بوده، واسه همین ممکنه قلوب هم داخلش کرده باشه. اصغر میگه که اعلی حضرت سوال فرمود علت این که بچه‌های بیگناه مردم را بعد از ارتکاب به آن عمل شنیع سر می‌بریده چه بود؟ جواب عرض کردم قربان، اولا این بچه‌ها همه لواطکار بودند و گناهکار، در میان آنها بیگناهی نبود. اعلی حضرت فرمود پس تو خودت هم که لواطکار بودی گناهکاری؟ جواب عرض کردم که قربان، برای اینکه بر غلام شما مسلم و محقق شود که این کودکان گناهکار و لواطکارند، اول خودم آنها را آزمایش می‌کردم و بعداً با اطمینان خاطر آنها را سر می‌بریدم، چون نمی‌خواستم در مملکتی که اعلی حضرت شاهی می‌کنند یک نفر لواطکار وجود داشته باشد. روزنامه اطلاعات اون دوره هم بعداً با علیاصغر بروجردی مصاحبه می‌کنه و میگه که آیا پس از کشتن آنها تغییر حالتی برای تو دست نمی‌داد؟ عمداً، به عکس خیلی خوشحال می‌شدم.
فقط افسوس میخورم که یک نفر دیگر را هم در نظر داشتم که بکشم اما نشد و گرفتار شدم. آن یک نفر که بود؟ احمد خرسی. مشروب هم میخوردی؟ 4 سال از توبه کردم. سابق چقدر مشروب میخوردی؟ شب‌هایی که خوش بودم 2 بطری عرق می‌خوردم. علی صالح اردوان که از زندانیان سیاسی اون دوره بوده، زمانی که علی اصغر به زندان میفته داشته محکومیت خودش رو میگذرونده و راجع به دوران محکومیت اصغر بروجردی میگه که اصغر قاتل هم در همین زندان یک محبوس بود، اما به قدری مورد احترام و مراعات واقع میشد که سبب حیرت عموم بود. مأمورین میگفتند چون به هر صورت به دارش میکشند از این لحاظ مراعاتش را میکنیم. ولی این گفته حقیقت نداشت، زیرا محبوسین دیگری هم بودند که در صف اعدام بودند اما هیچگاه به این نحو مورد عنایت قرار داده نمی شدند. علت حقیقی این بود که مأمورین از او می ترسیدند. او مردی بود بلند قامت، 4 شانه زرد موی و چشم روشن، بی نهایت قوی و خوی درندگی از پای تا سرش نمایان بود. هیچ یک از مأمورین را یارای این نبود که به تنهایی یا با کمک دیگری با وی بستیزد. لذا با او از در دوستی و مدارا پیش آمدند. غذایش هر 3 وعده 3 ظرف چلو کباب و مخلفات آن بود، به طوری که روزی چون 1 ظرف دوغ از نهارش کم بود غذا صرف نکرد تا همه به جنب و جوش افتادند تا کسری غذای او را جبران کنند. آوازی بسیار خوش و مطبوع داشت. کلاً علی اصغر بروجردی به صدای خوب و آوازهایی که توی زندان داشته خیلی معروف میشه، ولی خواندنش منحصر به ابیات عربی و لحن حجازی بود. اگر از طرف مأمورین کوچکترین بی‌ادبی نسبت به او میشد، آن را با قبیح‌ترین دشنام‌ها پاسخ میداد. یعنی هم فحش میداده، هم غذا کامل زیاد میخورده، هم باش خوب برخورد میشده، هم کتک میزده بقیه رو. علی اصغر قاتل در زندان شماره 1 به جای اینکه یک مطیع باشد، مطاع بود. حالا من دقیق این رو متوجه نشدم که حالا چرا با اینکه 9 سال زندان براش بریده بودن که بعدش اعدام بشه، ولی در نهایت علی اصغر قاتل یا اصغر بروجردی توی 6 تیر ماه 1313 توی توپخانه میدون شهر اعدامش اجرا میشه. اولش خیلی سرحال بوده، اما هر چقدر که به میدون توپخونه و اون داری که آویزون کرده بودن نزدیک تر میشه شروع میکنه عصبی شدن، داد زدن، گریه کردن. میگه که اگه من رو آزاد کنین برای قربانیان هر کدومشون 2 تا گوسفند نذر میکنن. و بعد از اینکه به سمت خود دار برده میشه میگه که من چند ولگرد و مجهول الهویه را کشتم، شما به خاطر آنها مرا میکشید. یه سری گفته های دیگه هم هست که حالا احتمالاً چرت و پرته، ولی خب من حالا میگم بهتون که اصغر قاتل واسه این که داشته به دار آویخته میشده خیلی خوشحال بوده. چرا؟ چون میرفته اون بالا و مردم زیر پاش بودن و میتونسته از اون بالا مردم رو ببینه و رضا شاه که اینو میشنوه عصبی میشه و دستور میده که برعکس به دارش بکشن، اول از پا آویزونش کنن بعد خفش کنن. اما خب یک سری عکس های توی اینترنته که نشون میده که نه، اعدامش همون حالت عادی بوده. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. میدونم شنیدن اسم اصغر قاتل ممکنه خنده‌دار باشه، ولی داستانش نه، داستانش خیلی اعصاب خورد کن بود. لایک و سابسکرایب یادتون نره که هر موقع که من ویدیو جدید گذاشتم بتونین جزو اولین نفراتی باشین که ویدیوی من رو میبینه. و آره هیچی دیگه، خداحافظ.